درود به بچه های عزیزم. صبحتون بخیر قشنگای من. امروز یه دوست جدید به مدرسمون اومده. میدونم که دوست داریم باش آشنا بشین. الان خودش اسمشو بهتون میگه. اسمم مشیریزه است. من صندوق فندوقی هستم. تو چرا همش رو صندلی نشستی؟ پاشو بیا با ما بازی کن. منم داداشش سنجاب کوپولی هستم. نکنه تو هم مثل من تنبلی، همش دوست داری یه جا بشینی و شیرینی بخوری. من خرگوش برفی هستم. فکر کنم ریزه مثل ما خرگوشا دونده است. از خونهشون تا مدرسه رو دویده و الان خسته شده و نشسته. من روبا نارنجی هستم. شایدم مثل ما روباها باهوش زیرکه، روی صندلی نشسته و همه رو زیر نظر داره. عزیزای من، ریزه یه کمی با شماها فرق داره، اما میتونه باهاتون بازی کنه. آره، منم میتونم باهاتون بازی کنم. خیلی بازی زیادی هم بلدم، مثل اتل متل، گرگم به هوا، نوبیا کباب ببر، هاچین و واچین. این دیگه چه جور بازیه؟ فکر کنم یه جور بازی چینی باید بشه. شایدم ژاپنی. نه بابا، هاچین و واچین جز شعر اتل متل دیگه. آره ببخشید اشتباه گفتم. هاچین و واچین جز شعر اتل متله. اتل متل دوله گاوه هستن که دوله، نشی داره نبستون گاوه شو بردن هندستون. خب حالا بریم با هم دیگه قایم موشک بازی کنیم. بچه من میخوام چشم بذارم. چرا؟ تو همش دوست داری چشم بذاری؟ تونست میکنه، خیلی زرنگه، میتونه همه رو پیدا کنه. ولی من میگم شاید چی مثل ما موشها همیشه دنبال پنیر میگرده، کلا گشتره پیدا کردن رو دوست داره. ولی من میگم شاید هم مثل ما خرگوشا خیلی فرزاتیره، دوست داره به سمت همه بدوه و بره بگیرتشون. نه بابا، من میدونم چرا کوپولی همیشه دوست چشم بذاره، چون تنبله. اینجوری فقط یه جا میشینه، همه رو با دست نشون میده، اصلا لازم نیست راه بره. خب دیگه بچه ها، الان کوپولی چشم میذاره و همه تون زود قایم شین. بایا دویشی چل 50 60 70 80 90 100. آماده باشین یا نباشین؟ من اومدم. خب برم باید اینجاش؟ نه. اینجاش؟ نه. شما میدونین کجاست؟ نمیدونم. ریزه چرخا صندلیت دیدم. برفی تو هم اینجایی که بودو نه که من قایم شیا، اینجوری منو پیدا میکنه. اوه فندقی، چه جای خوبی واسه قایم شدن پیدا کردی. آره ریزه خیلی بدی. کوپل منو به خاطر تو پیدا کرد. اصلا من میخوام این دفعه چشم بذارم. همگی زود قایم شید. ولی خب من که نمیتونم به تو صندلی جایی برم. نمیتونم من قایم شیا، اینجوری من رو پیدا کنم. نه کنار منم نمیخوای قایم شی. ای بابا هیچ نمیتونم برم که. من اومدم. تو چرا قایم نشدی پس؟ همینجوری مثل درخت موندی و من رو نگاه میکنی؟ ولش کن بابا، اصلا نمیشه بازی کرد.
همش بازیمون رو خراب میکنه با این صندل چرخدارش. ما با دوست نیستیم. برو از مدرسمون. آره دیگه. راست میگه. اصلا من برمیگم توی کلاس میمونم. شما خودتون بازی کنید. باشه برو. من دوباره چیز بدارم. اومدم گرفتم. گرفتم. پایین تو هم بگیرمه. تو بگی کپل الان میام میگیرمه تا. خب بچه ها برگردیم سر کلاس. خانم معلم کم کم پیداش میشه. ای خدا من چرا اینجوری شدم؟ هیچکس منو دوست نداره. هیچکس با من بازی نمیکنه. سلام کلاس خوشگل. بسته بابا دیگه انقدر گریه نکن. همش باید گریه میکنه. خودت که بازی الان نیستی بازی ما هم خراب میکنی. گریه هم میکنی. خواهد بازم خانم معلم یه نوع دعوا کنی. بچه خانم معلم داره میاد. ریزه دیگه تو هم گریه نکن. چی شده ریزه؟ چرا گریه میکنی؟ هیچکس منو دوست نداره. هیچکس با من بازی نمیکنه. بگو ببینم برفی ریزه چی میگه؟ چی شده؟ خانم اجازه من هیچی نمیدونم. نارنجی تو بگو چی شده؟ خانم من هیچی نمیدونم که. پوپولی تعریف کن ببینم ریزه چرا ناراحته؟ خانم اجازه خانم ریزه وقت که باید تو مدرسه ما با این صندل چرخدارش همش بازی ما رو خراب میکنه. ما باش دوست نیستیم. بره از مدرسمون. عزیزای دلم ریزه درسته با شماها فرق داره ولی باید باهاش بازی کنین. باید دوستش داشته باشین. خیلی خوب دیگه. الان زنگ نقاشیه. میخوایم با هم دیگه نقاشی بکشیم. موضوع امروزمون آرزوه. من که هیچ وقت نقاشی کشیدن درست حسابی بلد نبودم. منم که از 2 ساعت به دست گرفتن بداد پاکن خسته و کلی گشته بشه. خواهرم اینا یک بار همچین نقاشی کشیده بودن. خیلی سخت بود. کل از خانم معلم کمک گرفته بودن. اول باید چند سال توی دوره آموزشی نقاشی شرکت کنیم. بعدش تازه میدیم یه چیزایی بکشیم. بچه ها من نقاشی بلدم. من میتونم کمکتون کنم توی کشیدن نقاشی. آره بابا تو هیچ کاری بلد نیستی. میخوای نقاشی بلد باشی؟ بچه ها جونم براتون وسیله هایی که لازم دارین آماده کردم. حالا من میرم شما نقاشی بکشین. دوباره برمیگردم ببینم چی کار کردینا. خب حالا باید چی نقاشی کنیم؟ من میخوام یه ساندویچ گنده و پر از سس و پنیر نقاشی کنم. هوپای به نظرم خودتو بکش که یه ساندویچ گنده تو دستته. من دوست دارم یه معلم مهربون مثل خانم جغدی باشم. به نظرم خودتو بکش که کنار تخت سیاه هستی. من دوست دارم یه کارآگاه باهوش بشم که پرونده ها رو حل میکنه و مشکلات رو برطرف میکنه. پس خودتو با کلاه زربین پالتو نقاشی کن. من دوست دارم یه دانشمند بشم و یه چیز اختراع کنم. پس خودتو توی یه آزمایشگاه نقاشی کن. ریزه ما همه آرزوامونو گفتیم. راستشو بگو آرزوی تو چیه؟ آرزوی من اینه که بتونم نقاش بشم. یه نقاش بزرگ. خب ما که بلد نیستیم خب اینا رو نقاشی کنیم. پس چی کار کنیم؟ بچه من کمکتون میکنم توی کشتن نقاشی. نگران نباشی. آخ جون پس بریم برگامون رو بیاریم. دیگه کمک رو میکنیم یه نقاشی قشنگ بکشیم.
شیطونی میکنین؟ شیطونی ببینم نقاشیاتون رو چی کشیدین؟ ریزه نقاشی تو رو ببینم. به به چه نقاشی قشنگی. برفی نوبت توه. ببینم نقاشی تو. آفرین. ببینم فندقی تو چی کشیدی؟ چقدر قشنگ شده. ببینم نارنجی تو برام امروز چی کشیدی؟ خانم من خودم یه پالتو کشیدم که یه ذره بینم دستمه. آفرین. کوپولی جونم تو چی کشیدی؟ من یه شاندویچ خوشگل کشیدم. آفرین ای شکمو. بچه ها امروز نقاشیاتون خیلی قشنگ شده ها. خانم اجازه بفرمایید. به خاطر ریزه چون خیلی نقاشیش خوبه، تازه به ما کلی کمک کرده. آفرین آفرین ریزه. خانم اجازه بله میتونم یه چیزی بگم؟ بفرمایید. ریزه میخوام به تو یه چیزی بگم. ببخشید که ما امروز تو بازیام را ندادیم. تو خیلی خوبی، تازه یه عالمم بهمون نقاشی یاد دادی. حالا میشه ما رو ببخشی؟ آره ما رو ببخش. بچه من با شما دوستم. آخه شما دوستای منین. آفرین بریم بازی. آفرین عزیزای دلم. بچه های قشنگم. بعضیا شاید ظاهرشون با ماها فرق داشته باشه، اما میتونن توانایی خاص خودشون رو داشته باشن. ما باید همیشه با هم دوست باشیم. آفرین که امروز این چیز مهم رو فهمیدین. خیلی خوب دیگه، حالا بیایم بریم با هم دیگه بازی کنیم. هورا بریم بازی کنیم. ستاره بود بالا، شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین. پایین اومدیم